اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 71 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 72 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الثانی و سبعون، یعنی درس 72. درس 72 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید اولا حفظ کرده شود. صاحب کتاب میگوید نکتتون. نکتتون یعنی لطیفه. نکتتون لطیفه. جمعش می شود نکتون. نکتون لطیفه ها. نکتون لطیفه ها. بعدش می گوید قصه. قصه به معناهای گوناگون است. به معنای بریدن می آید. قصه یعنی برید، یک چیز را برید. و قصه به معنای قصه کردن می آید، یک قصه را روایت کردن، یک قصه را گفتن، یک لطیفه را گفتن. قصه قصه کرد، یعنی که روایت کرد یک لطیفه را. فعل مضارعش می شود یقص، قصه می کند، روایت می کند حکایت را. قص قصه کردن، روایت کردن. پس قص یقص از 22 باب صرفی از باب یکم هست، از باب نصر ینصرو هست. از 22 باب صرفی باب نصر ینصرو است، اما این مضاعف است، به مثل مد یمدو است. این مضاعف است از باب نصر ینصرو. بعدش میگوید قص نکتتن. قص نکتتن یعنی قصه کرد لطیفه را. قصه کرد لطیفه را. بعدش میگوید نعم. نعم یعنی بله. نعم بله. نعم اصلا حرف جواب است. یک کار کرده باشه، یک از پرسد میگوید همون کار انجام دادی، میگوید نعم یعنی بله، آره انجام دادم. حرف جواب است. اما اینجا علامتی سوال مانده است، پس معناش برای سوال است. نعم یعنی یک کسی به همین توجه که ما و شما استفاده میبریم، یک چیز بگوی اگر نفهمید میگوید بله. بله یعنی سوال میتی، بله. پس این هم علامت سوال ماندنش به همین معناست. عرب هم اگر یک چیز را بگوید نفهمید بگوید نعم، باز گپش تکرار میکند یا که باز برات میفهماند. بعدش میگوید کذبون. کذبون یعنی دروغ. کذب دروغ رو میگویم. فعل ماضیش کذب است. کذب یکذب. کذبون. کذب دروغ گفت. یکذب دروغ میگوید. کذبون دروغ گفتن. کذبون دروغ. بعدش میگوید مزاحون. مزاحون یعنی مزاح کردن، مسخره کردن، سرگرمی کردن. مزاحون مسخره و سرگرمی کردن. بعدش میگوید جامدون. جامدون اصلا به معنای الشیء لا تتحرک یا لا یتحرک، چیزی که نمی جنبد، چیزی نمی جنبیدگی، چیزی بیجان جامد میگویند در لغت. اما در اینجا به معنای انسانی که گپ تأثیرش نمی کند، به همین معنی میاد که در اکیالی در حوارش میخونم انشاءالله. بعدش میگوید متحجرون. متحجرون یعنی سنگ دیل. متحجر اصلا چیزی را میگوین که سنگ گشتگی است. متحجر چیزی را میگوین که سنگ گشتگی است. متحجر سنگ گشتگی، اما در اینجا به معنای سنگ دیل است. متحجرون یعنی تحجر قلبه،
تحجر قلبه یعنی دیلش سنگ گشت، و توش که میگه سنگ دیل. بعدش میگوید تحدث یعنی سخن گفت. پس این متحجرون این اسم فاعل هست از باب 13. تحجر یتحجر تحجرا اسم فاعل میشه متحجرون، و مثل تکلم یتکلم تکلما اسم فاعل میشه متکلمون، اینم به مثل همون متکلمون اسم فاعل هست از 13 بابی 22 بابی صرفی. بعدش میگه تحدث یعنی سخن گفت. تحدث سخن گفت. تحدث از 22 باب صرفی همچنین از باب 13 است. تحدث فعل مضارعش یتحدث، مصدرش تحدثا، به مثل تکلم یتکلم تکلما. بعدش میگه امرون یعنی پیش آمده یا کار. امر کار رو میکنه یعنی پیش آمد، یعنی حادثه یا کاری که پیش آمدگی است. جمعش میشود امورون، پیش آمدها، حادثه ها یا کارها. بعدش میگوید فیما بعدو یعنی در آینده. فیما بعدو یعنی که در آینده. بعدش میگوید سنتحدث فی الامر یعنی بزودی سخن میگوییم در کاری پیش آمدگی. بزودی سخن میگوییم در حادثه پیش آمده. فی الامر یعنی در کاری پیش آمدگی و در حادثه پیش آمدگی. سنتحدث بزودی سخن میگوییم. سینی برای تصویف. بعدش میگوید حصتون یعنی حصه یا قسم. حصتون حصه قسم. جمعش میشود حصصون یعنی حصه ها، قسم ها. حصصون حصه ها، قسم ها. بعدش میگوید ما فعلته اگر ما را مایی موصوله بگیریم یعنی آن کاری را که تو انجام دادی. ما یعنی آن چیزی را که فعلته تو انجامش دادی. اگر ما را مایی نافیه بگیریم ما فعلته یعنی انجام ندادی تو ویر را. پس این ما را دقت بدید. اگر که موصوله بگیریم ترجمهش می شود آن چیزی را که تو انجام دادی. اگر ما را ما نافیه بگیریم ما فعلته یعنی که انجام ندادی تو ویر را، یعنی اون کار تو نکردی. پس این ما دو نمود ترجمه می شود، ما موصوله یا ما نافیه. بعدش میگوید که اعتبره یعنی که اعتبار داد. اعتبار داد یا حسابید یا شمرد، به همین معنا ترجمه می شود. و توش که میگیم که به اعتبار بگیر یعنی اینا بشمار، به حساب بگیر. پس به همین معنا می شود اعتبره. اعتبر از 22 باب صرفی از باب 11 است. از باب اجتمع یجتمع اجتماعون هست. اعتبر فعل ماضی یعنی که حسابید. یعتبرو یعنی می حسابت. اعتبارون مصدرش می شود حسابیدن. از 11 بابی 22 بابی صرفی از ثلاثی مزید است. بعدش میگه انتها کن به معنای یعنی که حرمت نکردن هست. انتها کن حرمت نکردن، این مصدر است. فعل ماضیش انتهک، فعل مضارعش ینتهکو، فعل یا اسم مصدرش انتها کن. انتهک یعنی که حد که حرمت کرد، یعنی احترام نکرد. ینتهکو احترام نمی کند. انتها کن احترام نکردن. انتها کن به معنی چی است؟ احترام نکردن. پس انتها همچنین مصدر از گفتیم از باب 11 هست. از باب اجتمع یجتمع اجتماع. انتهک ینتهک انتها کن از باب 11 است. اما اصل این کلمه نهک است. نهک، نون و ه و کافش اصل کلمه است. الف و نونش الف و تاش زیاتی است. چطور که اجتماع باب اجتماع گفتیم الف و تا زیاتی است، همزه و تا اینم به مثل همون است. یعنی که به عربی انتهاک به معنای لم یحترم. لم یحترم
یعنی احترام نکرد با تاجیکی. بعدش میگوید حرمتون. حرمتون حرمت، احترام، عزت. حرمتون حرمت و احترام و عزت. بعدش میگوید انتهاکن لحرمتین، یعنی گپ دوام دارد. انتهاکن لحرمتین یعنی که احترام نکردن برای احترام هست. انتهاکن یعنی احترام نکردن با حرمت و عزت هست. انتهاکن گفتیم احترام نکردن یا خط ندار کردنی یا شکاف کردنی حرمت و عزت هست. لحرمتین حرمت و عزت. انتهاکن لحرمتین یعنی به احترامی. میشه یه جای ترجمهش کنیم یعنی به احترامی. انتهاکن لحرمتین یعنی به احترامی. بعدش میگوید علم. علم یعنی علم. با تاجیکی هم علم میگوییم. علم. جمعش میشود علوم. علم ها. علوم یعنی که علم ها. بعدش میگوید تسلیتون. تسلیه با تاجیکی ما میگیم دلبرداری کردن. تسلیتون دلبرداری کردن یا شاد کردن یک کس. میگیم فلانی را میریم تسلیت میگوییم یعنی شادش میکنیم. یا وقت خوشی. تسلیه به معنای وقت خوشی هم میشود یا کس را خرسند کردن هم میشود. اصل این تسلیه مصدر است، از باب هشتم هست. فعل ماضیش سله یسلی تسلیه هست. سله یعنی اندوه و غم یک کس را از دلش بیرون کرد، یک کس را خرسند کرد، شاد کرد یا دلبرداری کرد. یسلی یعنی دلبرداری میکند، وقتی یک کس را خوش میکند، یک کس را خرسند میکند، غم و اندوه را از دل یک کس دور میکند. پس مصدرش میشه تسلیتون. تسلیتون مصدر هست از باب هشتم. بعد از این میگوید قصد المزاح. قصد المزاح یعنی قصد کرد شوخی و سرگرمی را. قصد کرد، نیت کرد. المزاح یعنی شوخی و سرگرمی را. بعدش میگوید که محلون. محلون یعنی مگزین، دکان. محل یعنی جای چیزی. یا مثلا میتونم بگم دکان، مگزین. جمعش میشود محالون. محالو غیر منصرف است، که اصلش محالیلو است، صیغه منتهی الجموع. محالو یعنی محلها، دکانها، مگزینها. باز میگوید این جمع شود با الف و ت. ببین محالو این خودش اصلا جمع است. با همین کلمه محالو را جمع میکنیم میشود محالاتون. محالاتون. پس محالاتون که شد این را در عربی نامش جمع الجمع است. یعنی جمع را با جمع میکنیم. اینطور کلمه ها بسیار داریم. مثلا بیتون یک خانه، بیوتون خانه ها. بیوت خودش جمع خانه ها، با بیوت یک جمع دیگر میکنه میشه بیوتاتون. اینا میگه جمع الجمع، یعنی جمع رو جمع میکنیم. یا رجلون یک مرد، رجالون مردها. وقتی جمعش کنیم میشود رجالاتون. رجالاتون یعنی جمع الجمع. یا مثلا طریقون راه، طرقون راهها. جمع الجمعش میشه طرقاتون راهها. دقت دادید؟ پس این محلاتون این جمع الجمع است. یعنی اسمش اصلا محلون یک محل، محالون جمع. اما محالاتون میگیم میشه جمع الجمع. جمع الجمع اسم جمع الجمع، یعنی جمع با جمع کردیم. بعد از این میگوید که یا نصیبون. یا نصیبون یعنی لتریه. یا نصیبون لتریه هم قمار، یعنی چیزی که بازیای سومکی هست که امروز کنکورسی نه حرام خورایی که امروز از پشت این با گفتی خوشان مردم حج روی کرده سن و باز به شرم و
نشرمیده و حیا نکرده مردم از با راه قمار برای حرام رفته حج کردیسن، اگر کرده باشن وای به حالشان. خلاصه که یا نصیبون ان لتریه، ان همون کنکورسی که امروز قمار حرام را که امروز بلاگرای بعضی بلاگران تاجیک ما به شرم و به حیا این حرام رو در بین مردم جلب کرده و مردم به این کار دعوت کرده که این موافق شریعت حرام است. هر کسی ماشین میگیرد، تلفن میگیرد، سوم میگیرد، حج میرد، از سرش میموند و حج رفتگیش وای به حالش را. به هر صورت که یا نصیبون این همون قمار، یعنی که لاتریه. ورق یا نصیبی همون بلیتی، همون ورقی نمره که میتیان، انا همون نمره کنکورس دا میتیان، تا همون کنکورسی قماری که امروز نامش کنکورس موندگی هستن، انا همون نمره میگرفته که ورق یا نصیب میگن. بعدش وسوسه یعنی وسوسه کرد، یعنی که وسوسهش کرد، یعنی که در دلش تحرک داد برای از راه حق دور شدن. چرا در سوره قل اعوذ برب الناس میگیم الذی یوسوسو، وسوسه فعل ماضی است، یوسوسو فعل مضارع است. وسوسه از 22 باب صرفی از باب 19 است، از باب دهرجه است، اما این مضاعف از باب دهرجه است و مضاعف است، مثل زلزله، وسوسه، اینا از باب 19 هستند و مضاعف هستند. پس وسوسه یعنی وسوسه کرد. و تا که ما شما میگه وسوسه نکن، یعنی یک کس را وسوسه کرده از راه حق، از راه درست دور کردن. بعدش میگه پس گفتیم وسوسه از باب 19 است. وسوسه فعل مضارعش یوسوسو، مصدرش وسوستن و وسواسن میشود. مصدرش وسوستن، وسواسن، هر دوش یعنی وسوسه کردن. بعد از این میگه شیطان، ما شما هم شیطان میگیم، شیطان ملعون. چطوری که نماینده های این شیطان امروز همون کنکورس کنای حرام خورا، شیطان یا میتونیم که بگیم شیطانون همون کنکورس کنایی که در این 2021 و 22 انجام داده استادستان حرام خورا یاردمچیایی انا همین شیطان هستن، همونش که قمار رواج میتین، هموناش در نظر داریم. زیرا اینکه شاید سالهای بعد این درس‌ها را کسی گوش کند، شاید این قمار کسی پیدا شود که اینها را پیش راهشون بگیره، از بین ببرن این خبیثا را. ان شاء الله امیدوار هستیم که اینا از بین برده میشوند. به هر صورت شیطان پیری همین کنکورس گذاران ها، پیری قماربازا. شیطان ها پیرهای قماربازها. بعدش میگوید طلبون، معذرت میخوام، طلبه فعل هستین، طلبه یعنی طلب کرد، درخواست کرد. فعل مضارعش یطلبو، طلب میکند، درخواست میکند. مصدرش طلبون، طلب کردن. پس طلب یطلبو از 22 باب صرفی از باب یکم است، از باب نصر ینصرو است. طلب یطلبو از 22 باب صرفی باب یکم هست، به مثل نصر ینصرو. بعدش میگه اخرجه یعنی بیرون کرد، بیرون برآورد، زیرا که این متعدی است. اخرجه یعنی بیرون کرد، بیرون برآورد. پس این اخرجه از 22 باب صرفی بابی 7 است، باب اکرم یکرم و اکرامن. پس میگیم اخرجه بیرون کرد، یخرجو بیرون میکند، اخراجن بیرون کردن. بعد از این میگه تالین میامدگی. این تالین اعلال قاضی شدگی است، اصلش تالیون بود، یاداشتک اون یا را حذف کردیم. همون اعلال قاضی گفته پیشتر در بارش توضیحات زیاد دادگی است. در علمی صرف هم در بارش گفتگی دیم، یا در حالت رفع و در حالت جر حذف می شود اگر الف لام نداشته باشد. اما الف لام داشته باشد می شود التالی، یا را می نویسیم. الف لام که ندارد بسبب التقاء ساکنین یا را ما حذف کرده می شود تالین، یعنی می آمدگی. تالین اسم فاعل است، یعنی می آمدگی. بعدش میگوید قلقون یعنی ناراحتی یا سرگردانی. قلقون سرگردانی.
بعدش میگوید سرون. سرون یعنی سیر و اسرار. سرون سیر اسرار. و توش که ما شما میگیم سیر دارد فلانی یا رازی فلانی. بعدش میگوید اسرارون. اسرارون سرها. اسرارون سرها یا رازها. بعدش میگوید ما سر ذالک، یعنی چیست ما استفهامیه، چیست سر آن. ما سر ذالک این ما استفهامی است. ما سر ذالک یعنی چیست سر آن، چیست راز آن. بعد از این میگوید نتیجتون نتیجه. نتیجتون نتیجه. و توش که میگیم نتیجه، نتیجه امتحان برآمد، نتیجه کار شدید. نتیجتون نتیجه. جمعش میشود نتائجو، یعنی نتیجه ها. نتائجو یعنی نتیجه ها. بعد از این میگوید ظهره. ظهره به معنای آشکار شد. ظهره به معنای آشکار شد. همچنین برای برآمد می شود. مثلا ظهر النتائج یعنی برآمد نتیجه ها. همچنین میشه بگیم آشکار شد نتیجه ها. ظهره به معنای آشکار شدن و به معنای برآمدن. فعل مضارع می شود یظهر، می براید یا آشکار می شود. ظهور برآمدن، آشکار شدن. ظهور برآمدن، آشکار شدن. پس ظهر یظهر از 22 باب صرفی از باب سیوم است. اما بابی که شرط دارد گفتیم، یعنی عین باب یا لام باب حرف حلق باشد. پس حرف حلق است. ظهر عین باب حرف حلق است، از باب سیوم است. از باب فتح یفتح، ظهر یظهر. بعد از این میگه ماذا فی الامر. ماذا فی الامر یعنی چیست در آن حادثه، یا چی خبر است از آن حادثه. ماذا فی الامر چی خبر است از آن در آن حادثه، یا که از آن حادثه می شود همین طور ترجمه اش کنیم. بعدش حرامون. حرامون هم به توش که ما شما میگیم حرام. حرامون یعنی حرام، یعنی کاری که نباید انسان انجامش بده، اگر انجامش بده گناهکار میشه، اون رو میگن حرام. بعدش میگن نوعون. نوعون نوعه. نوعون نوعه. جمعش انواعون یعنی نوعها. انواعون نوعها. بعدش میگن قمارون. قمارون قمار با تو که ما شما قمار میگیم. همین کنکورس بازی گفتیم، انا همین کارشون با پول که هست، همین مردم فریبی و قمار بازی که هست، انا همین قمار هست. اما رخچه یا نصیب میگویند و در شریعت حکمون قمار است، یعنی حرام است. قمار حرام است، هر بازی که با پول باشد، بازی پولکی که همه کسا سون پرتوین و یک کس صاحب یک چیز شود. اما اگر یک کس سون پرتوید، مسئله شرعیش، اگر یک کس سون بماند چند کس را در این بازی اشتراک بکنند، این جایز است. اون آدمایی که اشتراک میکنن یگون چیز نتیان، اون فقط اشتراک کنن، این جایز است. اما قمار چی است؟ قمار همون بازیگرا خودشون سون میمونن، چطوری که در کنکورس امروز میکنن. کنکورسی که در این 2020 و 21 و 22 حرامخورای تاجیک، بلاگرای تاجیک انجام میدید. پس همون قمار است، حرام است. بعد از این میگوید زقاقون. زقاقون یعنی که راه باریک. زقاق راه باریک را میگویند، یا کوچه تنگ. کوچه تنگ باشد میشود زقاق. جمعش میشود ازیقتون، یعنی که راه های باریک یا کوچه های تنگ. ازیقتون کوچه های تنگ، راه های باریک. بعد میگه که بیعون. بیعون یعنی فروختن. باع یبیع، باع فروخ، یبیع میفروشه. بیعون فروختن، این مصدر است. بیعون فروختن. بعدش میگه جائزون. جائزون یعنی جایز، ممکن، درست، حلال. در کار میگه جایز است، حلال است، یعنی درست است، ممکن است. بعدش میگه غیر جایزین. غیر جایز، چیزی که جایز نیست، مثلا کنکورس یا قمار، اینا غیر جایز هستند، یعنی درست نیستند. پس اینها هستند کلمه های نوی درسی 72. با همین کلمه های نوی درسی 72 با آخر رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 72. میگوید که
المعلم لا یرانا اقص نکتة علیک یا مجاهدو. میگه که معلم نمی بیند ما را. المعلم لا یرانا یعنی معلم نمی بیند ما را. اقص نکتة یعنی قصه میکنم، روایت میکنم برای تو یک لطیفه را، میگویم برای تو یک حکایت را. نکتة لطیفه، حکایت. علیک یا مجاهدو، علیک یعنی برای تو ای مجاهد، برای تو میگه یک نکته میگویم. المعلم لا یرانا اقص نکتة علیک یا مجاهدو. معلم نمیبیند ما را، حکایت میکنم، قصه میکنم برای تو یک حکایت را، یک لطیفه را ای مجاهد. نعم، میگه بله. یعنی پس در اینجا اکنون این جواب است که یعنی راضی هستی؟ نعم یعنی بله، ممکن است. میشه دیگه برای با مثل ممکن است ترجمهش کنیم، یعنی که گفت که همین کارا میکنم ممکن است. میگه اسمع منی هذه النکته، بشنو از من این نکته را. بشنو از من این نکته را. این نعم را میشود بگیم که همون مجاهد گفتگی است، یعنی که رفیقش گفت که معلم نمی بیند ما را، حکایه میکنم برای تو یک حکایت را. مجاهد گفت که نعم یعنی چی، یا چطور میگیم لبی. انا همین طور میشود ترجمهش کنیم. نعم یعنی چی، لبی یعنی گپش خوب نفهمید. گفت که اکنون باز توضیح داد گپش، یا واضح تر گفت که اسمع منی هذه النکته، یعنی بشنو از من این لطیفه را، این حکایت را. بشنو از من این لطیفه را یا این حکایت را. بعدش میگوید الوقت لیس وقت کذب و مزاح یا خالدو. میگه وقتی دروغ و مسخره نیست ای خالد. وقت لیس نیست، وقتی دروغ و مزاح یعنی که شوخی و سرگرمی ای خالد، یعنی وقتی درس است. اکنون خالد میگوید که انت جامدون متحجرون، تو جامد هستی، یعنی انسانی تغییر نیابنده هستی که یعنی گپ گوش نمیکنی. میشه بگیم جامد خودپسند هستی. متحجرون یعنی سنگدیل هستی. خالد مجاهد را میخواست یک قصه بگوید، وقتی گوشش که نکرد در جواب خالد گفت که تو یک انسانی سنگدل هستی و انسانی خودپسند هستی. بعدش میگوید سنتحدث فی الامر فیما بعدو، یعنی بزودی سخن میگویم در این کار، یعنی در این پیش آمد، در این کارهایی که حاضر کرده سی. فیما بعدو یعنی در آینده. فیما بعدو یعنی در آینده. بعدش میگوید بعد انتهاء الحصه قال مجاهد لخالد، یعنی بعدی به آخر رسیدن حصه درس، قال مجاهد لخالد، گفت مجاهد برای خالد. مجاهد را که خالد غم داده بود که در وقتی در قصه میخواست بگوید، مجاهد اکنون خالد غمتیک را گفت ما فعلته اثناء الدرس یا خالد یعتبر انتهاکا لحرمت العلم والمعلمی. میگه ما فعلته اثناء الدرس، یعنی آن چیزی را که امام در این جده به معنای موصوله هست، اینجا ما نافیه ترجمه کرده نمیشود، اینجا ما موصوله ترجمهش میکنیم. آن چیزی را که انجام دادی تو اثناء الدرس، در وقت درس، یا خالد ای خالد، یعتبر انتهاکا لحرمت العلم والمعلمی، شمرده می شود به احترامی برای حرمت علم و معلم. یعنی کاری که تو کردی به احترامی برای علم و معلم هست. علم و معلم، علم را و معلم را نا احترامی کردی. ما فعلته اثناء الدرس یا خالدو یعتبر انتهاکا لحرمت العلم والمعلمی، آن چیزی را که انجام دادی تو در وقت درس ای خالد شمرده می شود به احترامی به حرمت علم و معلم. بعدش میگوید انا قصدت التسلیه، خالد میگه که من قصد کردم تسلیه را، یعنی دلبرداری را،
یا خرسند کردن رو، یعنی مقصد میگه خرسند کردن بود، میگه یعنی که نا احترامی نبود. انا قصدت تسلیته، من قصد کردم خرسند کردن رو، دلبرداری رو. بعدش میگه را جمال وهو يسير في أحد أزقة المدينة محل بيع أوراق اليانصيب فوسوس الشيطان له فقال، میگوید دید جمال، جمال نامی مرد، دید جمال و هو یسیر، و در حالی که واو حالیت، و در حالی که اون جمال میرفت سیر میکرد تماشا میکرد، فی احد ازقة المدینه، در یکی از تنگ کوچه های مدینه، محل بیع اوراق الیانصیب، یعنی دکانی فروشی و بلیت هایی یا ورق های لاتا را، لاتری را، یا بگم همون قمار را. فوسوس الشیطان له فقال، پس وسوسه کرد شیطان وی را، یعنی جمال را، فقال، پس گفت، پس جمال گفت، قال را فاعلش جمال است. شیطان وسوسه کرد جمال را، پس جمال گفت. رأى جمال وهو يسير في أحد أزقة المدينة محل بيع أوراق اليانصيب فوسوس الشيطان له فقال، میگه دید جمال در حالی که جمال میرفت در یکی از تنگکوچه های مدینه مگزینی یا دکان فروش ورقهای قمار را، ورقهای لاتا را، لاتری را. فوسوس الشیطان له فقال، پس وسوسه کرد شیطان وی رو، پس گفت. پس یاردمچی های شیطانی که گفتیم کنکوزا چطوری که همین کارا میکنن، یعنی در کانالاشون همین بلاگرای حرام خور در کانالاشون انا همین اصلا همین وسوسه شیطان رو میکنن. از این حساب گفتیم که شیطان پیری انا همین قماربازهای بلاگرها هست. از این حساب است که پیری این خبیثا معرفیش کردیم، زیرا که اون زمان ده بلاگر نبود، وسوسه را شیطان میکرد. این زمان ده یاردمچی شیطان آمدن بلاگرای حرام خور قمار را پهن میکنند، پس دیگر شیطان در استراحت است، زیرا که این سگ بچه‌هاش، این یاردمچیاش در خدمتش است. الله پناه بتید از این بلاگران حرام خوره که کانکورس و یعنی قمار را با نام کانکورس رکلام و تشویق میکنن. خب پس جمال گفت ما هذا، چیست این؟ ما هذا چیست این؟ انه محل بیع اوراق الیانصیب فدخله. میگه گفت که هر آینه وی دکانی فروشی ورقهای لاتاری هست، فدخله، پس داخل شد در همون دکان، پس داخل شد در دکان. و بسرعت اخرج من جیبه النقود و طلب من البیاع و زود، و بسرعت یعنی زود، تیز ده، برآورد من جیبه از کیسهش النقود پول را، و طلب من البیاع و درخواست کرد، طلب کرد از فروشنده، از فروشنده درخواست کرد. و بسرعت اخرج من جیبه النقود و طلب من البیاع، و زود برآورد از کیسهش پول را و درخواست کرد از سوداگر. چی گفت؟ گفت که اعطینی ورقه یا نصیبین، گفت بده برای من بلیتی یا ورقی لاتری را، یعنی قمار را، همون بازی قمار را، یعنی همون ورق شبته گفت، یعنی که هم اشتراک کرد در همین چطوری که امروز با طریق واتساپ و با طریق این چیزها این کانکورس کنای حرام خورا این کارا میکنن. خب گفت که برای من یک بلیتم بده، یک رقمم بده، خرید یعنی. و فی الیوم التالی قال لصاحبه، یعنی در روزی آینده، تالی گفتیم آینده، ببین در اینجا الف لام که دارد یا برگشت، و در روزی آینده گفت برای رفیقش، قال لصاحبه یعنی گفت برای رفیقش، همنشینش. چی گفت؟ گفت که انا الیوم فی قلق یا مجاهد، من امروز در قلق هستم، یعنی ناراحت و سرگردان هستم. انا الیوم فی قلق یعنی من امروز سرگردان هستم، ناراحت هستم، یا مجاهد و ای مجاهد، میشه فعل ترجمه نکنیم. انا الیوم
فی قلق یعنی من امروز سرگردان و ناراحت هستم ای مجاهد. خب میگوید که مجاهد میگوید و ما سر قلقك هذا یا جمالو، و ما سر قلقك هذا یا جمالو، یعنی چیست سر و راز و اسراری قلقك، یعنی که ناراحتی و سرگردانی تو ای جمال. و ما سر قلقك هذا یا جمالو، یعنی چیست سر و اسرار ناراحتی تو، این ناراحتی تو ای جمال. خب هذا در اعراب این هذا صفت از قلق هست. در اعراب میگیم هذا اسم اشاره مبنی علی السکون فی محل جر، صفت برای قلق میشود. اعرابی این هذا را یاد بگیرید. ما مبتدا، سر خبر، سر مضاف، قلق مضاف الیه، قلق مضاف، کاف مضاف الیه، هذا صفت قلق یا جمالو، این ندا و منادا، حرف ندا و منادا. بعدش چی میگوید؟ میگوید که الیوم تظهر نتائج الیانصیبی، میگوید که امروز میبراید آشکار میشود نتیجه های لتریه، نتیجه های قمار. امروز کنکورس شروع میشود اکنون بازیش، کسی که ببرد. الیوم تظهر نتائج الیانصیبی، امروز میبراید نتیجه های لتریه. بعدش میگوید هذا یعنی انک اشتریت ورقه یا نصیبین، این معنایش که هر آینه تو خریدی بلیتی قمار را، بلیتی کنکورسی حرام را. دقت دادید؟ هذا یعنی این معنایش انک اشتریت، هر آینه تو خریدی ورقه یا نصیبین، ورقی یعنی بلیتی قمار را. میگوید نعم یعنی بله، آره حرف جواب، جوابی که خریدم. میگوید و ماذا فی الامر، و ماذا فی الامر، با سوال میکند که و چیست در این کار. و ماذا فی الامر یعنی چی گپ است در این کار، در این پیش آمد، یعنی که بلیت خریدن من از ورق یا نصیب، از کنکورس که از قمار، میگه چی ضرر دارد؟ این بیچاره نمیدونسته است حکم شرعی را. اکنون مجاهد جوابش میتد، میگه که هذا حرام یا جمالو، هذا غیر جائز، یعنی این حرام است ای جمال، این غیر جایز است، یعنی این جایز نیست. هذا حرام یا جمالو، این حرام است ای جمال، یعنی که کنکورسی قمار را اشتراک کردن، در این کنکورس های حرامی که میگذرونن اشتراک کردن حرام است ای جمال، ای تاجیکا این حرام است، ای کسی که ای مسلمان، تاجیک نه ای مسلمان، در این اشتراک کردن حرام است. هذا غیر جایزین، این جایز نیست، در کنکور اشتراک کردن حرام است و جایز نیست. بعدش میگه هذا نوع من انواع القمار، یعنی این نوعی از نوعهای قمار است، نمودی از نمودهای قمار است. یعنی کنکورسی که امروز میگذرونن، چی آینه بتیان، چی نتیان، چی چیز وعده میکنن نمیکنن، این قمار است، نوعی از قمار است، در یگان صورتش اشتراک کردن جایز نیست. هذا نوع یعنی این نوع از انواع قمار است، این نمودی از نمودهای قمار هست. بعد مجاهد میگه وقد نهانا الاسلام عن القمار، و واقعا باز داشته است ما را اسلام از قمار بازی، باز داشته است ما را اسلام از قمار بازی. دقت دادید؟ اسلام ما مسلمان ها را از این کنکورس های قماری باز داشتگی است. وای به حال طور شما کسانی که بازی کردید و میکنید و کسانی که دعوت میکنید و کسانی که با این کارها مشغول هستید. الله سبحانه و تعالی پناه بتید از شر اینها. پس این هست درس امروزه ما و شما، درس 72. با همین درس 72 را به پایان میرسانم تا درس 73، تا درس آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله
و برکاته.